کسی سوال کرد که در روز کسی خوابید، یک از برادرایی که روزه داره، خواهرایی که روزه داره، در ماه مبارک رمضان خوابیده، بعد از خواب بیدار شد که احتلامی شده. منظور ما میفهمید؟ احتلامی شده یعنی شیطانی شده، یعنی منی خارج شده، لباسش ترس شده. این روزش خراب شده نشده، یعنی مفسد للصوم شده هست یا نیست؟ یعنی روزش فاسد میکنه یا نمیکنه؟ روزه رو فاسد نمیکنه. یعنی اینیم مسلمانی که در روز خوابید، از خواب بیدار شد که شیطانی شده، احتلامی شده، رفت غسل بگیره، در روزش هیچ صدمه‌ای وارد نشده، روزه در جای خودش است، حتی گناهگار هم نشده، به خاطر که این در اختیارش نیست، دیگه بدون اختیار آمده. این مطلب گرفتین؟ کسی همراه نامزاد خود صحبت میکرد، در پشت گوشی انزال شد. منظور مرا میگیرین؟ یه هم سوال میشه، زیادی سوال میشه، هنوز از من زیاد شده. صحبت میکرد به همراه همون نامزادش، در پشت گوشی یک بار انزال شد، شهوتش زیادتر بود، انزال شد. غسل سرش واجب میشه یا نمیشه؟ غسل خب واجب میشه که انزال شده دیگه، غسل واجب میشه، انزال شده، ولی روزش فاسد نمیشه. مطلب میگیرین؟ روزه فاسد نمیشه. و اگر اینمی مسلمان زن خود را بوسه کرد، با بوسه همسرش انزال شد، روزش فاسد شده. خب دقت کنید، اگر صحبت کرد به همراه زن خودش، به همراه نامزاد خودش، انزال شد یعنی منی بیرون شد، غسل واجب شده، در روزه صدمه وارد نشده. و اگر همسر خود را بوسه کرد، به بوسه همسر انزال شد، روزش فاسد شده، یک روز قضا داره، گناهش هم که خیلی زیاد است. یعنی تا قیامت اگر دیگه روزه بگیره که ثواب هم یک روزه الله برش بده، نمیته برش. مطلب انشاءالله گرفتین؟ استمناییت یا به اصطلاح دیگر خود ارضایی، یا به اصطلاح دیگر کفزنی، یا به اصطلاح ساده ترش عفو میخوایم، هم ناگزیر هستم که برای شما بگویم، جلق، که جوانایی را که دیشان عادت دارن. اولی که حرام است. با فتواهای فیسبوکی شما فرفته نشوین که فلانی گفته و فلانی گفته و فلانی. یه حرام است، صفت یک مسلمان نیست. این مسلمان باید همین کارا بکنه، خودش مسلمان باشه باید همین کارا بکنه. همین یک بیاندیشه، یک مسلمانی که نماز هم میخوانه، یک مسلمانی که قرآن هم تلاوت میکنه، باز چی کار باید انجام بده؟ یک مسلمانی که با دست خود قرآن میگیره، یک مسلمان که با دست خود غذا میخوره، با دست خود با یک عالم دست میته، با پیر خود دست میته، یعنی مناسب است که با همین دست باید این کار انجام بده. بعد استمناییت، دو آیه در قرآن داریم، یکی در سوره المؤمنون است، یکی در سوره معارج است. الله جل مجدو میگه والذین هم لفروجهم حافظون، بندگان مؤمن همی است که فرجای خود را حفاظت میکنن، شرمگاه های خود را حفاظت میکنن، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر به کنیزایشان و زنانشان که اجازه است، شریعت برشان حلال قرار داده. همین دو طریق خاص کرده. تفسیر معرف مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه میگه استمناییت حرام است. روز قیامت بعضی از انسانها را تفسیر معرف میاره مجلد 14 که دستایشون همه تو شکم میکنه. اینا کیا هستن؟ اینا همون کسایی هستن که در دنیا خود ارضایی کردن، استمنا کردن. بران استمنا حرام است. مشکلات طبیش هم که واویلا است. یک کتاب داریم حکمت التشریع و فلسفه، دکتر علی جرجاوی است. او در مجلد دوم صفحه 191 میگه ضررهای استمناییت و من خود ارضایی رو بیان میکنه. یکی از ضررهایش همیست که آنقدر تو را ناتوان میکنه، آنقدر تو را استرس دار میکنه، آنقدر جبن بدنت زیاد میکنه که در بین 3 نفر گپ زده نمیتونی. چند دفعه آب گلون قرط بکنی تا یک کلمه گپ بزنی، یک سوال از یک کس کرده نمیتونی، رنگوی سفید میشه. این جرأت خیلی کم میکنه. 2 حلقه های سیاه زیر چشمت پیدا میشه. 3 دست و پایت لرزه پیدا میکنه، مثل موی سفیدای 90 ساله تو میلرزی، لرزه پیدا میشه. 4 استخوانای بدن کلش به درد میشه. 5 سوزش به دست و پایت پیدا میشه. 6 از زن خود لذت نمیبری. زود انزالی که عالی سر صدایش عالم گرفته، زود انزالی میگه ما زود انزال میشیم، زود انزال میشیم. اینی مشکلش است. استمناییت
همین کفزنی یا همین خود ارضایی سبب میشه که انسان زود انزال شود، در کنار همسرش نرفته وقت انزال شده. این مشکلات هست که از استمناییت است. خب این حکمش اون طرف جدا گفتم. آمدیم سر روزه. کسی که استمناییت میکنه در ماه مبارک رمضان گناه بسیار عظیم را مرتکب شده و روزش هم فاسد شده. گفتم تا قیامت اگر دیگه روزه بگیره این روزه هم خدا برش نمیده ثوابش. بنان استمناییت حرام شده و در ماه مبارک رمضان مفسد روزه است. روزه رو چی میکنه؟ فاسد.